با یه قسمت جدید از ویدیوی تعمیرات موتور با شما همراه هستیم. برای آماده سازی و تعمیر موتور اول از همه جک و 4 پای خرک و ابزارات مثل آچار، بوکس بادی و لوازمات برای باز کردن مطلقات موتور. برای باز کردن مطلقات موتور اول از همه کوئل، دلکو و لوله گیج روغن که داخل سیلندر قرار داره، منیفولد هوا قبلش، کاربوراتور خیلی جمع جور و کوچیکه، برای همین اول از همه فیلتر هوا و کاربوراتور باز میشه و بعد پله پله منیفولد و مطلقات دیگر موتور باز میکنیم. مطلقات دیگرش درب سوپاپ و شمها و منیفولد دود رو باز میکنیم. مطلقاتش به وسیله ابزار مخصوص باز میشه. میبینید که پیچ های سرسیلندر رو به وسیله دست بوکس باز میشه و سرسیلندر رو جدا میکنیم و شروع به باز کردن نیم موتور و مطلقات نیم موتور. یعنی قبلش سرسیلندر خودش کلی مرحله داره. یعنی برای باز کردن سرسیلندر اول از همه پیچ های روی انگشتی و متصل به سرسیلندر رو باز میکنیم، پیچ سرسیلندر رو باز میکنیم و بعد سرسیلندر رو در میاریم. بعد از اینکه سرسیلندر رو در آورد شروع به سرسیلندر دوم، یعنی چون این موتور 8 سیلندر، سرسیلندر دومش هم باز میکنیم و بعد نیم موتور رو باز میکنیم و بعد نیم موتور رو تخلیه میکنیم و خرد میکنیم و بعد نیم موتور اول از همه پای فیلتر روغن و دست موتور و پولی سر میلنگ، یعنی اینا قطعاتیه که جلوی دست اول باید باز بشه. من خودم که داخل تعمیرگاه کار کردم و میدونم چی داستانش، اول از همه باید اون قطعاتی که جلو دست رو باز کرد. داخل فیلم توضیح نمیده که چه قطعاتی چه لوازمی روی ماشین باز میشه، ولی خب معمولا اونایی که سنگین کار کرده و موتورهای سنگین مثل پاترول و شورله، هر مدل موتور سنگین وزنی که کار کرده میدونن که قطعاتی که بزرگ هستش ساده است، یعنی باز کردنش راحته، وقت باید گذاشت، وقت بیشتری فقط میبره برای باز کردن اینها. یعنی اول از همه دست موتور و فولی میلنگ و باز کردن پایه روغن، اینا زمان بره، ولی چون فیلم رو تند کردن نمیان به طور کامل مثلا بیان توضیح بدن. فیلم رو به صورت رندوم بردن جلو که ما نتونیم توضیح راجبش بخوایم بدیم، ولی خب ما تا جایی که بتونیم اون نکاتی که باید تو فیلم توضیح داد رو من توش داخل فیلم براتون توضیح میدم. برای باز کردنش، برای خالی کردن و قاب جلو یا سینی جلو، معمولا میگن سینی جلو و بعدش کپه یاتاقان، کپه میلنگ و بعد کپه شاتون که باز میکنن. خب معمولا دونه دونه کپه های شاتون رو باز میکنن و علامت گذاری میکنن، یا اگر علامت نداشت معمولا میدونن مکانیکا یا شماره داره یا خودشون علامت گذاری میکنن روی شاتون. بعد از اون مطلقات دیگهش مثل دست موتور و پای فیلتر روغن اون رو باز میکنن و به اضافه اینکه کارتل و اویل پمپ نتایی که معمولا باز میکنن. این نمونه معمولا مثل موتورهای 6 سیلندر نیسان هم مشخص میشه. من حالا کار کردم روش، مشخصه که تقریبا میشه گفت به جز این که بخوای موتور وی شکلشو در نظر نگیریم، اگر موتور خطی هم بود و همین مورد و همین مدل خورد میشه. باز کردن سرسیلندر اول از همه خار و فنر و سوپاپو باز میکنیم و خار و فنر و سوپاپ و وسیله‌های دیگه شو کنار هم یکدیگه میذاریم. معمولا مکانیکا میبرن تراشکاری که شستشو بشه و اندازه گیج سیلندر رو داخلش در میارن. سنگ تراش میبرن، کف سیلندر رو تراش میدن با وسیله سنگ تراش، صیقل داده میشه و وسیله روغن و مته گرد داخل سیلندر به صورت برغو کفشو میزنن و به این صورت، به صورت کاملا شفاف داخل سیلندر رو برغو بزنن. که موتور قدیمی
منیفولد هواشون سنگین بوده. منیفولد هواشون که سنگین بوده، خب افتی هم داشته داخل موتور دیگه. توضیحات موتور 8 سیلندر فورد رو در یک ویدیو دیگه توضیح میدم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و ویدیوهای جدید بروزتر و کاملتری به اشتراک میگذارم.